کجک اوساج است که اصلا در کرای زمین از این بادام دیگه نیست. بادام خود افغانستانه دیگه، درسته؟ بادام کجک. اومدم پیش یکی از فروشنده های آجیلی که حالا تو این بازارچه هستش و باهاشون صحبت مایز قندار است که بهترین مایز دنیاست. خب مویز قندار است ها. مایز قندار است. من اصلا کنید خورجین داره و اینا گهواره هستش. نگاه کنید سمت راست خیابون کلا سبزی فروش ها هستش، سمت چپ هم بچا سیب زمینی و پیاز و همه چیزا میفروشن. نگاه کنید بچا اومدیم نونوایی، نونای افغانستان رو نگاه کنید چقدر خوشگلن. اینجا یه چیز خیلی جالب دیدم بهش میگن شیرپیره که مربوط میشه به ولایت هرات. نگاه کنید اینا شیرپیره های هرات هستن که با چای خورده میشن. درود به شما عزیزان دل، به افغانستان زیبا بسیار خوش اومدید. من احسان کریمی هستم و در ولایت تخار افغانستان زندگی می کنم و امروز قراره بازارهایی از این ولایت قشنگ با همدیگه ببینیم و یه مصاحبه‌ای هم با فروشنده های این بازار داشته باشیم. از اونجایی که فقط چند روزی مونده به عید فطر، تمام بازارهای افغانستان مثل اینجا شلوغ. این ویدیو رو حتما تا انتها ببینید و نظرات خودتون رو برامون کامنت بذارید. سلامت باشید بچه. چون نزدیک عید فطریم به خاطر همین بازار خیلی شلوغه و اینکه این بازار دستفروشای ولایت تخار است که بیشتر مردمشون اینجا، حالا بیشتر مردم این منطقه کلا اینا دستفروشن، مغازه دارا یا همون دکاندارا که اون برن، اینا دستفروش ها هستن بچه، آجیل فروشی ها. توی بازار که دارم من قدم میزنم شما هم ببینید که چجوری بازار، نظرتون راجع به بازارش چیه؟ البته این بازار دستفروش هاست، مثل یک شنبه بازار یا دوشنبه بازار ایران میمونه، اما اینجا همیشه هر روز بازاره. آجیل فروشی های دستفروش شما میبینید که مردم الان ساعت تقریبا 12 شده. چند دقیقه پیش اینجا تقریبا نیم ساعت 1 ساعت پیش اینجا خیلی شلوغ بود، اصلا نمیتونست توش راه بری، اما الان بهتر شد. تو همراه من چیکار میکنی؟ ها؟ پلاستیک میفروشی؟ ها. امروز چقدر کار کردی؟ 20 روپیه. 20 افغانی بگو. روپیه برای افغانستان نیست که. بگو 20 افغانی کار کردی. دیگه کم کم داریم به آخر بازار، آخر این بازارچه میرسیم. اونور پایین شهر چیزه، میوه و تره‌بار هستشون یکی بازارش. اگه شد از اون قسمت هم این مقداری براتون ویدیو میگیرم. من با اجازه دارم ویدیو میگیرم چون مجوز ویدیو گرفتن رو گرفتم از در واقع اطلاعات فرهنگ همین ولایتی که فعلا هستم. از همین الان شما داریم به بازار میوه و تره‌بار نزدیک میشیم، همونجوری که دارید میبینید. بازار الان هم که هست بازم شلوغه، کم کم دیگه نزدیک نماز ظهر میشه و دیگه مردم چیزی میکنن. این از شهر بچه. سلام علیکم. و علیکم سلام. اینجا برای اینکه از هر جای ویدیو بگیری بچه باید مجوز داشته باشی، بدون مجوز بهتون اجازه نمیدن که فیلم بگیری. حالا خوبه من یه مجوزی گرفتم و میتونم توی این شهر ویدیو بگیرم که مردم بازار رو دارید شما میبینید. اینا همه بادومایی برای خود افغانستان. یه چیزی که من خیلی دوست دارم توی این ولایت ببینم، اسمش چی بود یادم رفت، جلغوزه است بچه. جلغوزه خیلی کمیابه، پیدا نمیشه اصلا. دیگه آهسته آهسته ما بچه باید بریم.
بریم با یکی از فروشنده های آجیل یه مسابقه داشته باشیم ببینیم که بازارشون تو این چند روز به چه صورته، فروش دارن یا نه. قطعا فروش دارن دیگه، چون عید فطر و قربان برای مردم افغانستان دو تا عید خیلی خیلی بزرگ و مهم هستش که واقعا جشن خوبی میگیرن. کندوز اینجا یه چیز خیلی جالب دیدم بهش میگن شیرپیره که مربوط میشه به ولایت هرات. نگاه کنید اینا شیرپیره های هرات هستن که با چای خورده میشن، خیلی خوشمزه. اینجا تو افغانستان سوهان نداره اما اینا خیلی شبیه سوهان میمونه. البته سوهانه نمیدونم چیه. و اینکه یه چیزی که توی افغانستان من عاشقشم و خیلی خوشمزه است و همیشه شما اگه توی افغانستان بیاید توی عید میبینید اینه. سمیان بهش میگن. نگاه کنید چند مدل سمیان دارن، یا به زبان اینجا بعضیاشون میگن مرچک، اما بهش بیشتر تاجیک زبانه اینجا بهش میگن سمیان که خیلی خوشمزه است و خیلی خوشخوراکه. توی هفت میوه این سمیان هم بچه‌ها میذارن بعضیا. بچه‌ها اومدیم بازار میوه و تربار. اینجا کلا سبزی فروشی‌ها رو نگاه می‌کنید، سبزی فروشی‌های دست فروشی. اینا کلا خیابون‌های عمومی کلا بازار شده. همینجا می‌بینید ویدیو. سمت راست خیابون کلا سبزی فروشی‌ها هستش. سمت چپ هم بچه‌ها سیب زمینی و پیاز و هویجینا می‌فروشن. نگاه کنید. بچه‌ها اومدیم نونوایی. نونای افغانستان رو نگاه کنید چقدر خوشگلن. خیلی هم خوشمزه هستش بچه‌ها. یک ویدیو میگیرن اینها افغانستان به ایران. ایشون نونواست. نگاه کنید. شو قیمتش چنده این نونا؟ 20 افغانیه. 20 ما از بازار میوه فروشی اومدیم یه بازارچه که خیلی خیلی جلب توجه میکنه. اینجا نگاه کنید اینا کلا همشون دستساز افغانستان هست. نگاه کنید خورجین داره و اینا گهواره هستش. نگاه کنید که برای افغانستان چقدر خوشگله، چه دیزاینی داره. این خیلی کنم قدیمیه، البته تازه ساخته اما مثل زمان قدیم میمونه که هر یکی از مردم افغانستان یه دونه از این گهوارا معمولا تو خونهشون دارن. مثل یه دکور میبینید چقدر خوشگله. و داخل مغازه‌شون نگاه کنید اینا همه دست بافت هستن. نمیدونم چیه اینا، هم فکر کنم همشون برای گهواره هستش. اینا نگاه کنید الان هم فکر کنم از اون گهواره استفاده میکنن. نگاه کنید اینا همه برای گهواره هستش. فکر کنم دور گهواره میبندن. این نمیدونم چی، فکر کنم این سفره، البته سفره نیستش. از این مدل سفرهش هم هست، فرشش هم هستش، جای نمازی هم هستش. کلا همه اینا برای ساخت خود افغانستان هست. خلاصه این بازارچه خیلی جالبه. اون ور بازارچه هم همینطوریه، کلی گهواره و خورجین و چیزای دستباف اینجا زیاد. نگاه کن چه خورجینای خوشگلی دارن. اومدم پیش یکی از فروشنده های آجیلی که حالا تو این بازارچه هستش و باهاشون صحبت کنیم ببینیم که بازارشون تو ایام عید چطوریه. سلام آقا، خسته نباشید. سلام علیکم برای شما جوان، سلامت باشید، خوب هستین انشالله. شکر، زنده باشید. این خوراکا بادام، کشمیش، همه چیای وطنی، پسته، کاجو اینا سودا میکنیم انشالله. نزدیکی است دیگه اینا را برای مردم با فروشی ارزان انشالله میرسونیم که دیگه چون عید است مردم افغانستان بیشتر در عید شیرینی و بادام و چاکلیت و اینا بیشتر میخرن. بله. خاطر این دیگه انشالله ما همه چی فرمان معامله کردیم دیگه انشالله ارزان، از نگاه ارزان‌تر هست همه از نگاه همه چی ارزان‌تر هم است. همه جنساشمون همه جنسای مختلف خوب و ارزان است. اول از بادام کیلوی 200 است دیگه. بادام اوساج است، بادام کجک اوساج است که اصلا در کرای زمین از این بادام دیگه نیست. بادام خود افغانستانه دیگه، درسته؟ بادام کجک اوساج که بسیار بادام آب چشمه خوردگیه. بله. از این کدن بادام خوب دیگه هیچ در کرای زمین نیست. بله. بچه‌ها این بادام مربوط میشه به ولسوالی ورسه است که مربوط میشه به ولایت تخار که میگه بادومش از اون بادومای خیلی خوبیه که شما حتی توی ایران هم نمیتونید پیدا کنید. نیست، شبیهش اصلا نیست ها. خب مثل جلغوزه میمونه که خیلی خوبه. جلغوزه ندارید نه؟ جلغوزه هم نه، کاجو پسته یا داریم، جلغوزه هم میاریم ان داریم. قبل از هر چیز اسم شریفتون رو به ما نگفتید. اسم شریفم ذبیح الله. آقا ذبیح الله. بله. آقا ذبیح الله، بازارتون تو ایام عید چطوریه؟
شکر خوب است الحمدلله. بله. بدی نیست. حالا فقط فکر کنم 5 6 روز یا 7 روز مونده به عید فکر کنم، ان درسته؟ شاء الله همیشه 6 روز یک کمی شلوغ است. بله شلوغه. و اینکه شما چند وقته که اینجا دارید در واقع آجیل فروشی میکنید؟ اینجا تقریبا 10 سال است. 10 سال؟ سال است که اینجا است. بله بله. مغازه هم دارید این منطقه؟ مغازه داریم، مسئله چیه ولی آدرس اصلی مون اینجاست. خب اینجا هستید ها؟ آدرس بله بله. اصلی مون اینجاست که مردم بیشتر در اینجا میشناسن. بله بله. اینجا بلدن. بله. آقا ذبیح‌الله گل دیگه تمام محصولاتی که شما اینجا دارید برای خود افغانستان هست یا از کشوری مثل ایران هم وارد کردید؟ پسته، چاکلیت باب، چاکلیت، پسته، کاکائو باب مکمل وسیله ایران است. خب پسته‌های خوب مثلا جنسایی که اینا یا مثلا مکمل ایران هستید. خب ایرانی هستن درسته؟ مثلا پسته‌های اینا همه ایرانی است یا وسایل ایران است. بله بله. چاکلیت‌ها مثلا وسایل ایران است یا وسایل ایرانی است. بله بله. اما وسایل ایران است. بله بله. بچه شنیدید که پسته های ایرانی و شکلات های ایرانی کلا برای ایران هستن، یعنی وارداتی هستن؟ شکلات ها، کاکائو یا مکمل مال ایرانی است. خب یعنی ایران بچه محصولاتش تا مرز افغانستان و تاجیکستان هم اومده. این ولایت بچه با تاجیکستان هم مرزه. اما مویز و کشمش برای خود افغانستان درسته؟ مویز قندهار است که بهترین مویز دنیاست. خب مویز قندهار است ها؟ مویز قندهار است. مویز خود وطن خود است. بچه این کشمش رو نگاه کنید برای قندهار، بهترین انگور هم فکر کنم قندهار داره. بهترین مثل انار. بهترین انار و بهترین کشاورزی و انگور و اینا قندهار. بله بله. دیگه بادوم دیگه چند مدل بادوم دارید گفتید برای بادام هست. سعید خلیل نشون. بادام ایران است. بله. اینا ایرانیه بادومش؟ اینم ایرانی است. بله. دیگه تقریبا 15 تا مدل بادام داریم. بله. کدام شما بهترین بادومش بچه همین بادوم ورسجه. کیلویی چنده این بادوم؟ چقدرش؟ کیلویی چنده؟ کیلویی برای مشتریان میتیم 400. 400 افغانی؟ یعنی تقریبا کیلویی این بادوم 300,000 تومانه. اون بادوم چنده؟ بادوم سنگی ها؟ این سنگین است، این بادام نه اینو پوست کاغذی. کل کروس میگم اینم مال اوستاد است. میاد کیلو 800. 600 افغانیه؟ 800 افغانی. قیمتش 800 افغانی. کیلو 200. ای میاد کیلوش براتون 200. کیلو 200 افغان. این برای که اینم برای ورسجه؟ نه اینا مال قندوز است. مال قندوز است. خب مربوط به ولایت قندوز میشه. بله جان. اون بادوم سنگیتون چطور؟ این بادام سنگی اینم مال همین تخار است ولی مغزش خیلی شیرین است. این میاد کیلو 100 روپیه. کیلو 100 افغانی. از بچه انواع بادوم ها دیدید با قیمتاشون که به افغانی بهتون گفت. یاله عزیز ممنون از اینکه حالا با ما همکاری کردید و از شما یک جیان تشکر که دیگه اینجا ان شاء الله اینجا اومدین مغازهای ما را چی کردین همه میبینن. یک جیان تشکر از سلامت باشید. و از شما موفق باشید. سلامت باشید. ممنون. بچه اینم از مغازه‌دارای آجیل فروشی ها. من امروز اینجا خورده کار داشتم برای همین اومدم اینور.